در دل کویر، جای میان تونل‌های تاریک و خاموش، هزاران موشک منتظر فرمان شلیکن. هیچ کس نمیدونه دقیقاً چند تا هستن، کجان یا به چه سمتی هدف گرفتن. اما یک چیز واضحه، در خاورمیانه هر کسی که بخواد درباره جنگ یا صلح تصمیم بگیره، اول باید به این موشک‌ها فکر کنه. تو این ویدیو از چنل 8 سراغ برنامه موشکی ایران میریم. برنامه‌ای که از دل جنگ متولد شد، در سایه تحریم‌ها رشد کرد و حالا یکی از پیچیده ترین ماشین‌های بازدارندگی جهان رو ساخته. برنامه موشکی ایران از دل جنگ زاده شد، نه از آزمایشگاه، نه از رویای جاه طلبانه. در دهه 1360 زمانی که صدام حسین با موشک‌های اسکاد روسی شهرهای ایران رو میزد، ایران تقریباً هیچ راهی برای پاسخ نداشت. شهرها و مردمش بی‌دفاع بودن. همون جا بود که در میان آوار و دود اولین جرقه نیاز شکل گرفت. باید بتونیم جواب بدیم، حتی اگر از صفر شروع کنیم. در اون زمان هیچ کشوری حاضر نبود به ایران فناوری بده، اما راههای غیر مستقیم پیدا شد. از کره شمالی، از لیبی، از چین. ایران شروع کرد به خرید محدود موشک‌های اسکاد بی و بعد با مهندسی معکوس ساخت نسخه داخلیش، یعنی شهاب نه دقیق بود نه مدرن، ولی یک چیز رو ثابت کرد: ایران میتونه بسازه. و از اون لحظه به بعد مسیر دیگه برگشت ناپذیر شد. در دهه 70 ایران شروع کرد به ساخت زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی. دانشگاه‌ها و مراکز نظامی به تدریج تبدیل شدند به کارخانه‌های پنهان توسعه موشکی. هر آزمایش، هر انفجار در واقع یک کلاس درس بود. ایران قدم به قدم یاد گرفت که چطور سوخت تولید کنه، چطور موتور بسازه و چطور برد و دقت رو بالا ببره. در این دوره خانواده شهاب گسترش پیدا کرد. از شهاب 1 با برد 300 کیلومتر تا شهاب 3 با برد بالای 1300 کیلومتر. و وقتی شهاب 3 موفق شد از خاک ایران بلند بشه و تا شرق مدیترانه برسه، دیگه هیچ کس در منطقه تردید نداشت که توازن قوا تغییر کرده. اما مشکل شهاب‌ها دقت پایینشون بود. ایران هنوز باید راه زیادی میرفت تا از یک موشک نمایشی به یک سلاح دقیق و قابل اعتماد برسه. تحول اصلی از جایی شروع شد که مهندسان ایرانی تصمیم گرفتن از سوخت مایع به سوخت جامد برن. تغییری که شاید در ظاهر ساده به نظر بیاد، اما در دنیای موشکی یک جهش بزرگه. سوخت مایع یعنی زمان آماده سازی طولانی، یعنی آسیب پذیری در برابر حملات پیش‌دستانه. اما سوخت جامد یعنی سرعت، چابکی و پنهانکاری. نتیجه این تحول تولد موشک‌هایی مثل فاتح 110، دزفول و سجیل بود. موشک‌هایی که میتونستن در چند دقیقه آماده شلیک بشن، دقیق‌تر از همیشه هدف رو بزنن و در لانچرهای متحرک پنهان بشن. در همین دوره ایران تونست موشک‌هایی با خطای کمتر از 10 متر بسازه. این یعنی اگر هدف یک باند هوایی، یک پادگان یا حتی یک تأسیسات خاص باشه، موشک ایرانی میتونه مستقیما به نقطه مورد نظر برخورد کنه و نه فقط محدوده اطرافش. در دهه 90 ایران وارد مرحله جدیدی شد: توسعه موشک‌های قدر، عماد، قیام و خرمشهر. اینها دیگه فقط موشک‌های آزمایشی نبودن، سلاح‌هایی بودن که واقعاً در دکترین دفاعی کشور جا افتادن. موشک خرمشهر نماد این جهش بود. با برد حدود 2000 کیلومتر قادر بود از ایران تا مدیترانه، شبه جزیره عربستان و حتی تل‌آویو رو هدف بگیره. اما مهمتر از برد سرعت آماده سازی اون بود. کمتر از 15 دقیقه از لحظه تصمیم تا پرتاب. ایران رسما اعلام کرد که سقف برد موشکاش رو روی 2000 کیلومتر نگه می‌داره، برای اینکه نشون بده برنامه‌اش دفاعیه و نه تهاجمی. اما کارشناسان غربی میگن این فقط یک عدد سیاسیه و با تغییر نوع سوخت یا وزن کلاهک ایران میتونه از اون فراتر بره. البته الان اخیراً خبری اومد که این محدودیت برد به دستور فرماندهی کل قوا برداشته شده و ایران به دنبال ساخت موشک‌هایی با برد بالاتر و حتی قاره پیما رفته. دی ماه 1398 بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، ایران برای اولین بار در تاریخ معاصر مستقیما به پایگاه آمریکایی حمله کرد. پایگاه عین الاسد در عراق
هدف بیش از 10 موشک بالستیک قرار گرفت. جهان در شوک بود، اما مهمتر از جسارت حمله دقت اون بود. تصاویر ماهواره‌ای بعد از حمله نشون دادن که هر موشک دقیقاً به هدف تعیین شده برخورد کرده. انبار مهمات، باند پرواز و محل استقرار پهپادها هر کدوم با دقتی در حد چند متر. اون شب جهان برای چند ساعت فهمید که موشک‌های ایران فقط تبلیغ نیستن، اونها واقعی‌اند و دقیق‌تر از چیزی که خیلی‌ها تصور می‌کردن. چند سال پیش وقتی ایران اعلام کرد اولین موشک هایپرسونیک خودش رو ساخته، خیلی ها باور نکردن، اما در سال 1402 موشک فتاح رسما رونمایی شد. هایپرسونیک یعنی موشکی که بیش از 5 برابر سرعت صوت حرکت میکنه و در مسیرش میتونه تغییر جهت بده، یعنی پدافند دشمن حتی فرصت واکنش هم نداره و گفته میشه سرعت فتاح حدود 13 ماخه، یعنی 13 برابر سرعت صوت. در چنین سرعتی هیچ سامانه دفاعی در خاورمیانه قادر به رهگیری نیست. حتی گنبد آهنین اسرائیل یا سامانه‌های آمریکا هم برای مقابله با چنین هدفی طراحی نشدند. البته ساخت چنین سلاحی کار ساده‌ای نیست. ایران باید موادی مقاوم در برابر دمای چند هزار درجه و سیستم‌های هدایت بسیار پیچیده‌ای تولید می‌کرد. اما ایران تونست این کار رو انجام بده و وارد باشگاهی شد که فقط چند کشور در دنیا در اون حضور دارن. فتاح بیش از هر چیزی یک پیام بود. بازدارندگی ایران دیگه فقط بر پایه تعداد موشک نیست، بلکه بر پایه فناوریه و اون فناوری از این به بعد میتونه بازی رو تو کل منطقه تغییر بده. برای ایران موشک فقط یک سلاح نیست، یک زبان سیاسیه. در جهانی که تحریم‌ها اقتصاد و ارتش ایران رو محدود کرده، موشک‌ها تبدیل شدن به زبان بازدارندگی و چانه‌زنی. وقتی قدرت هوایی نداری، باید قدرت ضربه اول رو داشته باشی و این همون چیزیه که موشک‌ها فراهم کردن. ایران با استفاده از این توان تونسته خودش رو در سطح بازیگران بزرگ جهان قرار بده. در جنگ سوریه، خلیج فارس، یمن، حتی عراق، سایه موشک‌های ایران همیشه بالای سر تصمیمات نظامی دشمن بوده و این برنامه موشکی دقیقاً همون چیزی بود که باعث درخواست آتش‌بس توسط اسرائیل توی جنگ 12 روزه شد. ایران با پهپادها و موشک‌های نسل جدیدش نشون داده که مسیرش فقط بومی سازی نیست، بلکه رسیدن به مرحله‌ای از خودکفاییه که حتی تحریم هم دیگه جلوی رشدش رو نمیگیره. از موشک‌های ناموفق تا تونل‌های زیرزمینی، از موشک‌های اسکاد تا هایپرسونیک فتاح، مسیر ایران مسیر یادگیری، شکست و دوباره برخاستنه و در قلب این مسیر یه اسمی هست که همیشه باقی میمونه: شهید حسن تهرانی مقدم، مردی که بهش میگن پدر موشکی ایران، کسی که باور داشت اگر ایرانی بخواد میتونه هر دیواری رو بشکافه، حتی دیوار آسمان رو. تهرانی مقدم سالها پیش در یکی از همین آزمایش‌ها به شهادت رسید، اما مسیرش تموم نشد. با پیام ساده اما قاطع: ما میمانیم تا ایران همیشه ایستاده بماند. اما نظر شما درباره برنامه موشکی ایران چیه؟ حتما برامون کامنت کنید.